زمانی الله تبارک و تعالی عبادت انسان را قبول میکنه که شرط خشوع او باشه و زمان هدایت انسان را از گمراهی و از فحشا و از منکر باز می‌داره که خشوع در او باشه. زمان عبادت انسان را معنویت میده، ایمانش تازه میکنه که اینمی خشوع در او باشه. عبادت بدون خشوع و عبادت خشک هیچ تأثیر در زندگی انسان نمیکنه. هیچ وقت مفاهیم ایمانی در قلب زنده نمیکنه. هیچ وقت یاد الله و عظمت الله را در قلب زنده نمیکنه. و خشوع چیزی نیست که زود به دست بیاید. اول قلب انسانی باید بستر بر جلب خشوع را داشته باشه. قلب غافل بیدار نمیشه. قرآن کریم میگه قلب‌های هستن از سنگ سخت‌تره و حرکت انسان از اینجا شروع میشه که قلبش سخت شوه و تأثیر نکنه، بیدار نشه، به خود نیایه، غافل باقی بمانه. قلب غافل خشوع نمیتونه. قلب مرده در مقابل الله خشوع نمیتونه. قلب جاهل در مقابل الله خشوع نمیتونه. پس ما نیاز به علم داریم، نیاز به انگیزی خیر بر شناخت دین الله داریم و با اینمی حالت و با اینمی روحیه اگر نماز بخونیم، بله نماز ما تأثیر میکنه. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم همینه و نماز در سخت‌ترین و بحرانی ترین حالات پیامبر به نماز پناه میاره. چرا؟ پیامبر اوج آرامش خود را در نماز مییابه. ما در نماز آرامش داریم یا از نماز گریزانیم؟ یک حس عجیب داریم. وقتی نماز به جای از احساس خوشی احساس سنگینی به ما دست میده. حالا باز وقت نماز در نماز صاد میشیم به جای از که امی مفاهیم در مقابل الله زنده باشه، چیزهای دیگه در ذهن ما که خودت میگیم که باشی خلاص شوه. این حالت فرار از نمازی. تیز میخونیم خلاص آرام داره برای من میگم سبحان الله سبحان الله میگی خلاص خوشحال میشیم دیگه. خود دیگه این دیگه نماز میخوام. چی تأثیر میکنه؟ چون نماز میخونیم احساس زیادت ایمان را نداریم. چرا از نماز خود لذت نمیبریم؟ سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گپ بسیار عجیب است. میگه اگر انسان لذت مفاهیم معنوی را بفهمه، هرگز او را با لذت‌های زودگذر و دروغین دنیا عوض نمیکنه. عبادت الله بزرگترین لذت معنوی را داره. لذت‌های معنوی با لذت‌های مادی مقایسه نمیشن. چی؟ انسان لذت مادی بسیار مقطعی و زودگذر است. اما چیزی که انسان بسیار لذیذ فکرش بکنه خیلی زود که انسان خسته میسازه. لذت‌های معنوی رقم نیست. هر درجه از درجات لذت‌های معنوی حس متفاوت‌تر بر انسان میده. قلب انسان را دگرگون‌تر میسازه. مفهوم زندگی را بر انسان دگرگون میسازه. به همین خاطر او انسان‌هایی که همین مفهوم را دارن در سخت‌ترین شرایط اوج راحتی را میکنن.